سلام 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 سلام. و من آماده نکردم خودم رو چیزی بگم. جانان عزیز بر سر مزار گفتش که من یه چیزی بگم. ما اکنون در خاک فرانسه و در امانت به جمهوری فرانسه هنرمند بزرگ دیگری رو به امانت میگذاریم، برای اینکه همتای ادبی او که در خاک فرانسه هست، صادق هدایت، تنها نباشه و ما این دو امانت بزرگ رو که همتای اونها رو هم در ایران هم نداریم، چه برسه که در فرانسه و در خاک فرانسه، این امانت ها رو یک روزی به ایران برخواهیم گرداند. نه کالبدشون رو و خاک و خاکسترشون رو، بلکه آرمان هاشون رو، آزادی خواهیشون رو، جنگشون رو با خرافه و خرافات از صادق هدایت بگیر و جنگشون رو با تعبد و توسری خوردگی و درماندگی که مرضیه این جنگ رو کرد و نشون داد. و به قول جانان عزیز که دوستان و نزدیکان مرضیه میگن که خوانندگی او کمترین هنرش بود. خانم اختر قاسمی از من پرسیدند، خبرنگار نشریات آلمان، که چند تا چیز مختلف من پرسیدن. یکی این که نظرت راجع به این که میگن مرضیه با حرکت سیاسی که کرد طرفداران خودشو از دست داد، و قبل از اون سوال کردن نظرت راجع به مرضیه چیه. من گفتم من 2 تا مرضیه دارم، یکی مرضیه قبل از 16-17 سال پیش و یکی مرضیه‌ای که در 70 سالگی حرکت سیاسی آغاز میکنه و با مشت گره کرده از حکومت جبار فرار میکنه تا اون مشت رو بر فرق اونها بکوبه. و این مرضیه برای مرضیه کف میزنم، من میفهمم. و این مرضیه دوم رو من وقتی که با مرضیه اول جمع میبندم و بعد با خلقیاتی که از او دیدم از 15 سال قبل از خروجش از ایران تا امروز، او رو به عنوان ضمناً سمبل فمینیسم زن ایرانی که در هیچ قالبی نمی گنجه، نه صداش رو میتونن در زندان بکنند و نه آزادگیش رو. و بعد خانم قاسمی هم من پرسید محبوبیتش رو آیا دست داد؟ گفتم اگر فکر بکنید که مرضیه مثلا با پیوستن به سازمان سیاسی و شورای مقاومت مثلا که رفتمش مثلا یه جور دیگه شد، اتفاقا خیلی بهتر شد. رفتم رو از ایران که آمد خوند و چیزی رو از دست نداد. اگر چیزی رو بخوایم محاسبه کنیم خیلی چیزها به دست آورد، کما اینکه من عضو هیچ سازمان سیاسی نیستم، اما مرضیه رو تحسینش میکنم بابت حرکت بزرگی که در 70 سالگی کرد. و گفتم به خانم اختر قاسمی که از شهر اربیل تا شهر اشرف فاصله
چندانی نیست. این فاصله بین دوتا هنرمند میتونه باشه که در این شهر بخواد برنامه بگذاره و در اون شهر بخواد برنامه بذاره. مناسبتش برای من مهمه. به چه مناسبت؟ به خاطر اینا رو برای خوشایند شما نمیگم، اینا توی دلمه که میرزویم. نکوهش نمی کنم اون هنرمند و اون خواننده سنهای لس آنجلس رو، نکوهش نمی کنم خواننده عربی رو، نکوهش نمی کنم دلکش عزیزمون رو که با اون فلاکت دولت جمهوری اسلامی دور دنیا چرخوندش. خانم گیسو شاکری، این بدبختی هنرمند ایرانی بودن، اونها رو نکوهش نمی کنم. مرضیه رو ستایش می کنم که نه به خاطر مشتی دلار و نه به خاطر آلاف و علوف دولتی، نه در موقعی که قدرت تشخیصش رو از دست داده بود، آمد و یک تصمیمی گرفت که اگر این تصمیمش فقط به خاطر منافع شخصیش هم که می بود، اقلا تصمیم خیلی قشنگ و به جایی گرفت. به اضافه این افتخار که مبارزه رو آغاز کرد و صدای خودش رو رسوند به گوش هموطنمون در داخل ایران. هر بهره برداری که سازمان مجاهدین یا شورای مقاومت از داشتن مرضیه هر لحظه کرده، نوش جانش باد. برای اینکه همینه دیگه یکی زده برده، دیگران تو سر خودشون میزنن یا حسادت میکنن. نه، من هم امروز اومدم اینجا به خاطر مرضیه و گفتم به خانم قاسمی، اونهایی که فکر میکردن که با پیوستن مرضیه به یک سازمان سیاسی محبوبیت مرضیه پیش اونها از دست رفته، قطعاً پیش اونها باید از دست رفته باشه. و اما این طرز تفکر ضد دموکراسی است که ما یک هنرمندی رو به خاطر اینکه فعالیت سیاسی میکنه در اون سازمانی که ما دوست نداریم بخوایم اون هنرمند رو دوست نداشته باشیم. و گفتم اغلب این آدمایی که چنین فکر میکنن همون تیپ آدمایی هستند که نوارای مرضیه رو نمیخریدن، کپی میکردند و گوش میدادن و بعد از این کپی نکردند و مرضیه خوشحال بود. من در استقبال به فحشایی که در اینترنت خواهم خورد و من فاتحه نمیخونم برای اون فحشا و برای هیچ چیز اصلا فاتحه بلد نیستم بخونم، در این لحظه تشکر میکنم به سهم خودم بر سر مزار هم گفتم از سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت که اون دینی رو که همه ملت ایران به مرضیه داشتن و من داشتم و ما اگر دستمون نرسید، شماها جای ما مرضیه رو تا آخرین لحظه پذیرایی و پرستاری کردید. از همتون سپاسگزارم، متشکرم از همه، ممنونم از همه، ممنون.